سلام دوستان عزیز، ردیاب یوتسهل مدل 2024 از آلیاژ کروم از کشور ترکیه وارد کردیم. به این راحتی حالت تاشو میشه، آنتنهاش از هم جدا میشن و حملش هم راحت تره. الان میخوایم این ردیاب را بر روی این فلزات بی ارزش که اهم از مس، آلومینیوم، استیل، آهنه و سنجه های ذرات، انواع سنجه های ذرات، آهک، سنجه های کریستال مانند که قوی‌ترین ذرات هاست و آب معدنی بر روی گاز و سکه های طلا نقره تست کنیم. ردیاب را حالت 90 درجه میگیریم. خب میبینید که ردیاب آمد بر روی فلزات بی ارزش قیچی نکرد و آنها را نادیده میگیره. آمدیم بر روی سنجه های ذرات، بازم ردیاب هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده. بر روی آب اومدیم، بازم قیچی نکرد. روی گاز که قوی ترین خطا هاست بر روی ردیاب، بازم واکنش نشون نمیده، اما آمد بر روی سکه های طلا و نقره قیچی کرد. آمدم جلوتر، ردیاب مجدد برمیگرده به سمت اون سکه که گذاشتیم. از این سمت ردیاب رو حالت 90 درجه میگیرم. بر روی سکه های طلا و نقره اومدیم قیچی کرد. روی گاز هیچ واکنشی نداره. آمدیم روی آب، بازم قیچی نمیکنه. سنجه های ذرات بازم رد میکنه. این هم فلزات بی ارزش است که هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده. این ردیاب به دلیل این کپسول که حاوی چند عنصر شیمیایی است، فلزات بی ارزش را رد میکنه و فقط به دنبال سازهای زیرزمینی و فلزات با ارزش مثل طلا و نقره و سنجه های قیمتی است. دوستان توجه داشته باشید، تنها نمایندگی واردات این محصول آقای سلطان است که کانال ما با شماره که زیرنویس میکنیم توسط آقای سلطان مدیریت می شود. در غیر این صورت آن کانال فیک بوده و سریعا آن را رپورت کنید. خب از این سمت بازم یک تست مجدد میگیرم. ردیاب را به این صورت حالت 90 درجه میگیریم. آمدم روی فلزات بی ارزش مثل مس، آلومینیوم، استیل و آهن. ردیاب هیچ واکنشی نشون نمیده. روی سنجه های ذرات اومدیم. سنجه های ذرات هم اهم از آهک و سنجه هایی که در مناطق کوهستان واقعا سیستم ها را به خطا میندازن، ولی این ردیاب هیچ واکنشی به آنها نشون نمیده. روی آب اومدیم، بازم ردیاب رد میکنه و واکنشی نداره. آمدیم روی گاز کپسول که بازم روی گاز هیچ واکنشی نداره، ولی روی سکه های طلا و نقره اومدیم، ردیاب بلافاصله قیچی میکنه. این ردیاب به راحتی فلزات با ارزش را تشخیص میده. تست ما به پایان رسید. محصولات ما که جدیدترین محصولی است از کشور ترکیه وارد کردیم. مشاهده میکنید ردیاب یوتسهل مدل 2024 از آلیاژ کروم. به امید دیدار، خدا نگهدار شما.